هی بچه ها چطورین؟ به چالش لاغری روز 13 من خوش اومدین. راستش تو این 2-3 ماهی که دارم تو پیجم مدام فعالیت میکنم همش میگفتم این همه فالوور چرا اینقدر مشارکتشون کمه؟ پس واسه چی فالو میکنم؟ مگه آدم یکی رو فالو میکنه دلیلش این نیست که از دوستاشو میخواد احوالاتشو ببینه یا جذب کاراکتر شده و دوست داره دنبالش کنه؟ تا اینکه این اتفاق واسه صورتم افتاد و از دیشب بالای 200 تا دایرکت رو جواب دادم و اونجا فهمیدم شما هستید. حداقل وقتایی که باید یکی نگرانم باشه شما هستید. و تو موقع‌هایی که سردرگمم نمیدونم چی کار کنم، کمک میخوام و شما میایین و کلی به من راهنمایی میکنید، واقعا میبینم که شما کنارم هستید. این اتفاق باعث شد به بودنتون دلگرم بشم بچه ها. مرسی که کنارمی. من این بودنتو دوست دارم. ممنونم ازت.